شما دنبال قدرت خودتونید، دلتون برای مردم کشور نسوخته؟ من همینجوری که الان نشستم به اندازه چند تا نماینده مجلس قدرت دارم. چطوری؟ خودم قدرت دارم. بگید مثلا بگید. ما قدرت گرفتنی نیست، قدرت ذاتیه. مگه من نیاز به قدرت نمایندگی مجلس دارم فدات بشم؟ حزب کارگزار بالاخره یک جریان اولیگارشیکیه که قدرتش رو هم میدونن. الان شما تو قدرت نیستید ولی فردی رو میذارید رئیس اتاق بازرگانی که بذار اطلاع تعریفش نمیشه. من میفهمم قدرت شما چیه برعکس. به هر حال اگر آقای سلاورزی هم کنار بره یه سلاورزی دیگه ای میاد، چرا اتاق بازرگانی رو اکثریت قاطعش رو دوستان ما بردن. خیالتون راحت باشه. همون که من می‌خواستم خودتون گفتید. هی میگن که سلاورزی باید برداشته بشه و زورشون نمیرسه. به نظر همین نقطه برای مردم عادی کافیه ببینن قدرت تو ایران دست کیه. آقا بدونید اقتصاد ایران دست دولت جمهوری اسلامی یا دست ضد انقلابه. ما میگم باید اقتدار دولت رو برگردونیم، باید دولت رو احیا کنیم، حاکمیت دولت بر اقتصاد رو احیا کنیم. به خاطر همیناست. یعنی طرف اومده شده رئیس اتاق بازرگانی، اختیارات حاکمیت تراشیده شده، تحویلش شده و الان هم بریش همه میخنده، نشسته اونجا داره کارشو میکنه. خب این اقتصاد دست کیه؟ فعال فتنه زن زندگی آزادی اومده شده رئیس اتاق بازرگانی که در تمام شوراهای مهم این کشور کرسی ثابت داره. حالا شما به من بگو اقتصاد دست انقلاب اسلامی یا دست ضد انقلابه؟ و جالبه اینا همزمان که چنبره زدن بر اقتصاد، هم اختیارات حاکمیتی دستشونه، هم منابع کشور دستشونه، هم تو اون باشگاه نفت و نیرو که آقای کریم قدوسی تو صحبتاش تو مجلس گفت که یکی از اینا گفته بود که هر کس میخواد رئیس جمهور بشه تا زمانی که فولاد و پتروشیمی و نفت دست ماست، حاکم تو این کشور ما هستیم. بدونید که این اقتصاد دست جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی هیچ کاره شده تو این اقتصاد. باید اقتدار این حاکمیت احیا بشه و بدونید دست جمهوری اسلامی نیست، یعنی دست سلاح ورزی هاست. حالا همینجا وایسه آیه جبرائیلی، اتفاقا این نکته خیلی مهمیه. سلاح ورزی نماد چیدمان قدرت و آرایش نیروهای مختلفه. نشون میده که اتفاقا برخلاف تصور، چون خیلی فکر میکنن که آقای خامنه‌ای و به تبعش مثلا رئیسی یا مثلا رئیس بانک مرکزی یه دکمه میتونه بزنه که مثلا ارز بره بالا و پایین، در حالی که نه، هر گونه تغییری نیازمند مبارزه، جنگ، درسته، نیازمنده که افکار عمومی بیاد پای کار، نیازمنده این که نخبه‌ها بیان پای کار، نخبه‌های سالم، نه نخبه‌های پکیج فروش. خب نیازمند اینه که یه مبارزه اتفاق بیفته، چون اونورم کم قدرت نیست. واقعا مردم خیال نکنید که برادر من، خواهر من، خیال نکنید که اقتصاد دست جمهوری اسلامی